بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان، الان تو ادامه بحثمون رسیدیم به ایجاد لایه ها. فقط من چون تون میگم ظرفیتش بیشتر میشه نمیتونیم دیگه ارسال کنیم. تو ایجاد لایه ها، تو همون پوشه هایی که از قبل داشتیم، تو همون پوشه ای که درست کرده بودیم، میایم داخل همون طراحی 99 مون. رو پوشه طراحی 99 یه راست کلیک، یه نیو فولدر و اسم فولدرمون رو نامگذاری میکنیم به نام لایرز. اینتر میزنیم و پوشه لایر ما آماده است. حالا ما میخوام داخل این ایجاد لایه های متفاوتی قرار بدیم. ما میخوام یه لایه رو ایجاد کنیم. توضیحاتش الان اینجا من تو این بدم خدمتتون. نقشه های ما اماکن داریم که وقتی میخوایم اماکن رو انتخاب کنیم تو لایر، باید اونجا تو گزینه‌ای که تو ادامه خواهم بود پوینت روستا با پوینت مشخص میشه. نگاه کنید، روستا با پوینت، منحنی میزان با پلی لاین، رودخانه، خط انتقال نیرو و جاده جمعا با پلی لاین مشخص میشن و شهر و کاربری هایی که بر ما تو نقشه در نظر گرفته با پلیگون، یعنی گزینه پلیگون رو باید ما انتخاب کنیم. پس با توجه به اینا ما میایم رو گزینه لایری که انتخاب کردیم، راست کلیک کرده، نیو. توجه کنید شیپ فایل، ساده ترین راه ما همون انتخاب شیپ فایل. شیپ فایل که میزنیم یه گزینه باز میشه. آقا نام لایه‌ای که میخواین ایجاد کنید چیه؟ ما مثلا میگیم روستا عرض کردم براتون. سعی کنید انگلیسی بنویسی که تو بازخوانی به مشکل نخورید. بنویسیم روستا، ساده هم بنویسید. گفتیم چیه؟ پولی لاین، پلیگون یا پوینت. اونجا اشاره کردیم روستامون پوینته. بعد از اینکه پوینت رو زدیم میاین اینجا ادیتو میزنید. اینجا میاین تو ژئو رفرنس. توجه کنید این گزینه ژئوگرافیک کوردینات سیستم، اینو انتخاب میکنید. بعد ورد رو انتخاب میکنید. نگاه کنید دوستان، ورد انتخاب کردید. گزینه آخر VGS 1984. دلیلش هم اینه که آخرین ورژنش همینه. اینجا ثبت شد. بعد اوکی رو میزنیم. یه دونه پوشه لایری به نام روستا برای ما ایجاد شد. حالا میریم گزینه بعدی، نیو شیپ فایل. روستا رو که ما زدیم، بعد روستا میریم سراغ مثلا سیتی، چون دو تا بیشتر نمیگم، بقیه رو خودتون انجام بدید. نگاه کنید سیتی یا همون شهر. حالا اینجا این چیه؟ این پلیگونه، گفتیم اونجا قبلا توضیح داد. ادیت. حالا ما اگر بیایم تو گزینه ژئوگرافیک و وردمون 1984 رو انتخاب کنیم و اینو جز علاقمندی هامون اضافه کنیم، ما سری بعد میخوایم بریم انتخاب کنیم، اون تو جزء گزینه هامون میاد و همون اول نشون میده. دیگه نیازی نیست این همه مسیر رو ما بریم. ببینید اینم ایجاد شد، سیتی و روستا. حالا نگاه کنید اینجا لایرای ما رو میاره. ما اینجا یک گزینه هایی داریم. نگاه کنید با یه چیزایی بهش بدیم. اوپن اتریبیوت تیبل، اونو باز میکنیم. ما اینجا هیچ فیلدی نداریم، روستای ما هیچ فیلدی نداره. اینجا اگر سیستم یاری کنه، خب الحمدلله. اد فیلد میگه نام فیلد، میگیم نام. خب روستا مشخص بشه دیگه چه نامی داره. نام. میگه آیا نوع چیزی که شما دارید چیه؟ میگیم آقا نام تکست دیگه. بله. میگه اینجا چندی کلمه، طولش چقدره؟ ما میگیم آقا چون تو بازخوانی بیشتر میشه 20 تا بیشتر نشه. بعد نام تکست و 20 تا بیشتر نشه. 21مین کلمه رو دیگه از شما قبول نمیکنه. اوکی رو میزنیم. اینجا نامو میاره. دوباره
اد فیلد رو میزنیم، نام داره مثلا جمعیت یا مردم، مثلا بزنیم تعداد. خب اینا چیه؟ نفر دیگه. اینجا میگه لانگ اینتیگر، شورت اینتیگر، فلگ، دابل تکست، دیت. خب ما میگیم که آقا این حالا شاید مثلا شورت لنتر باشه یا لانگ. حالا ما میگیم لانگ شاید خیلی بیشتر باشه. این صفره پیش‌فرض خودش یه چیزی داره، نمیخواد شما دست بزن، باید اوکی رو انجام بدید. حالا میگه این روستا نامشو داریم، تعدادشو داریم. حالا امکانات مثل آب، بر، هر چی خواستین اینجا میتونید تو فیلداش اضافه کنید. خب این از این. بریم سراغ شهرمون. شهرمون هم به همین جور راست کلیک میکنید، اوپن اتریبیوت رو میزنید، اینجا گزینه اد فیلد رو میزنید، اینجا هم همچنین میید نیم یا همون نامو بزنیم، زیاد طولانش نکنیم. بعد تکست، اینجا هم همون 20 رو میزنیم، اوکی رو میزنیم. بعد میریم سراغ هر چی دوست داشتین تو اد فیلدتون اضافه کنید دیگه. مثلا بنویسید که بیمارستان، مثلا دارم عرض میکنم بیمارستان. خب این جوابش تکست بله یا خیر، بیشتر از 10 تا نمیشه. اوکی اینجا میاره. حالا دیگه هر چی دوست داشتین دیگه اضافه میکنید اینا رو. حالا ما این لایه هامون رو با این مشخصات داریم. شما تو ادامه دوباره برین تو لایر، نیو فولدر رو بزنید، بقیه لایه هاتون رو ایجاد کنید. لایه مثلا منحنی میزان بزنید، منحنی گفتیم پلی لاینه. بعد ادیتو که میزنید اینو، چون ما تو فوریاتمون انتخاب کرده بودیم، اوکی رو میزنید و اوکی، اینم اومد اینجا. حالا دوباره تو منحنی میتونید تو اوپن اتریبیوتش چیکار کنید؟ اد فیلد رو بزنید و اینجا نام منحنی میزان رو میتونید بزنید، نامش همون ما تکست انتخاب میکنیم، اینم تعدادش رو کم میکنیم، اوکی رو میزنیم. میریم دوباره یه ارتفاع، چون منحنی میزانمون ارتفاع هم داره، ارتفاع. بعد این ارتفاعمون عدد دیگه، شورته، عدد رو میزنیم، بعد اوکی رو میزنیم. بعد بقیه هر چی دوست داشتیم میتونید انجام بدید. این پوشه های رو درست کنید. تو ادامه چجوری تو نقشه میخوایم اینا رو انجام بدیم و خواهم گفت خدمتتون.